همه شما کاملا کوشش کنید که نمازهایتان را با جماعت ادا کنید، تا حد امکان نمازهای جماعت را ترک نکنید. چرا؟ چون بیشترین ملت افغانستان مردم عوام الناس هست، کسانی هستند که فرایض، واجبات، سنتهای نماز خود را نمیدانند. وقتی که ندانستند، خدای نکرده اگر نماز اون فاسد شد نمیداند. بعضی وقت می شود که برادر ما به ترک مستحب سجده سهو انجام می دهد. بعضی وقت می شود به انجام عمل مفسدات نماز باز هم سجده سهو انجام می دهد. چرا؟ چون نمی داند. پس بناهن همه من و شما باید حدی اقل فرض به جماعت بخوانیم. به اصطلاح عوامی ما و شما الله بالله و گردن الله، اما ملای داخل میراب به سرهای محشر جواب بدهد نماز من و شما را. ترک نماز جماعت نشانه منافقت هست، از این دوری بجوییم. رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی در مسجد النبی امر کردن، اراده کردن، قصد کردن که من میخواهم کاری را انجام بدهم، این که هیزم زیادی جمع آوری کنم، بعد جماعت را تشکیل بدهم، جماعت نماز را برپا کنم توسط یکی از یاران خود، بعد نگاه کنم کدام خانه هست که اون مرد او خانه به جماعت نیامد. وقتی که برای من معلوم شد که مردی از این خانه به جماعت نیامد، بروم نگاه کنم آیا این مرد مریض هست؟ آیا این مرد فلج هست؟ وقتی که برای من معلوم شد که نه، بدون عذر این مرد به جماعت نیامده، بعد من خانه او را در بدهم، خانه او را آتش بزنم. این اراده و تصمیمی است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در ارتباط به خانه بینماز میگیرد. پس خیلی مهم است. بسا چقدر کسانی ما داریم که اصلا یادشان از جماعت نمی آید. این مسجد برای مردا جور شده است و نماز خانه مخصوص زنان هست، چون حجاب بالاتر از نماز هست. زنان باید حجاب بگیرند، زنان باید به خانه نماز بخوانند. مردی که به جماعت مسجد حاضر نمی شود صفت زن به خود پیدا کرده است. و دیگر ادا نمودن نماز با جماعت واجب هست. بیشترین اقوال نماز را با جماعت واجب دانسته است. پس ترک واجب انسان گناهکار می شود. و روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین روزهای حیات خود نمی تواند به طرف مسجد برود. حضرت عباس و حضرت علی می آیند، هر کدامشان شانه خود را زیر دست زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم می گذارند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را به طرف مسجد می برند، در حالی که راوی حدیث روایت می کند که پاهای رسول الله کشاله می شد. بعد از پاهای رسول الله دو دانه خط به زمین می افتاد. کسی گفت ای رسول الله، شما در این حالت جماعت را ترک نمی کنید، چرا؟ فرمودن که اگر من در چنین حالت جماعت را ترک بکنم، امتم شاید بعد از من به سردردی جماعت را ترک کند. امروز امت بیکار جماعت را ترک می کند. ای امت، قدری رسول الله را بدان.